سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیزم در کانال سعید تیوبر. امیدوارم حال همگی خوب باشه. دوستان امروز براتون یک ویدیو در نظر گرفتم از پاکسازی ماهی هوور، همون ماهی که داخل تن ماهی خودمون استفاده میشه. این نوع ماهی رو در همه جای دنیا به نام هوور میشناسن. در کشورهای آسیای شرقی پاکسازی این ماهی براشون خیلی مهمه، چون توی غذاهای مثل سوشی و غذاهای دیگه که از این ماهی خام استفاده میکنن یه نوع حساسیت خاصی هم دارن برای پاکسازیش. انقدر تمیز این کار رو انجام میدن و جذابه که یک سری مردم خودشون میان و داخل فروشگاه ها زمانی که ماهی میرسه با خبرن که چه ساعتیه چه روزیه. این ماهی وقتی میرسه مردم جمع میشن و از نزدیک شاهد پاکسازی این ماهی هستن. وقت رو تلف نمیکنم، بریم با هم ویدیو رو ببینیم. فقط قبل از اینکه ویدیو شروع بشه خوشحال میشم که با سابسکرایب و لایکتون از پیج ما حمایت بکنید تا ما بتونیم ویدیوهای خیلی قوی تر برای شما آماده بکنیم. بریم ویدیو رو ببینیم. 너무 큰데? 209kg야. 209kg도 안 크는 거야. 와, 이걸 어떻게 들어? این ماهی‌ها رو اصولاً سرشون رو جدا میکنن و یه پاکسازی ابتدایی انجام میدن، داخل یخ میذارن و ارسال میکنن به رستوران ها و حالا جایی که مورد نیازشون هست. روشو تمیز میکنن که پولکای باقی مونده از بین بره کاملا. 우와, 씨, 미쳤다 이거. 아, 큰일 났네. 뒤집어줘. 10배 돼. 뒤집어줘. 나 모르겠어. 여기다 놔둬. 치고 있어요, 저 이사님. 어우야. 자, 하나, 둘, 셋. می‌بینید 5 نفر دارن یه ماهی رو که تازه دوم سرش جدا شده با کمک هم گذاشتن بالا. ماهی‌های هوور تو سایزهای بزرگ فوق‌العاده سنگینه. 참나 지금 안 돼.
اصولا توی پاکسازی ماهی اول باله ها و حالا مثل این که این پاکسازی اولیه شده جای باله رو هم جدا میکنن. تو پاکسازی ماهی اصولا این اتفاق میفته، یعنی اول باله ها، حالا بعد از میشه گفت سرش. اینم باید بگم که پاکسازی هر نوع ماهی شکل خاص خودشو داره، چون ما میشه گفت هزاران ماهی داره. 거기로 그랬잖아. 아니에요. 거기로 그냥 맞구나. 차와 센터 좀 보내고. 센터 보내. واقعا ماهی به این بزرگی نیاز به شمشیر داره. پاک کردن این ماهی درسته کار سختی، ولی به نظر من خیلی جذابه و پاکسازی اینجور ماهی خیلی لذت بخشه به نظر. 앞쪽에 여기? 저. 이게 잘리는데 살짝을 밀어줬어. 벌려주고. 조선 발주 들어갔고. 조선하지. 그래서 전화해야지. 자, 됐다. 저, 했어. 전화했어. 됐다. 굿.
واقعا حجم گوشت عجیب غریبی داره. سایزش هم شیراهی داره بزرگتر میشه. سایزهای بزرگیش واقعا پاکسازیش سخته و همینطور که میبینید نیاز به چند نفر داره که بخوان یه ماهی با این حجم با این وزن بالا بخوان پاکسازی کنن. بخشایی رو که میبینید خیلی تیره است و یه مقدار نزدیک به رنگ سیاهه، اون بخشا رو اصولا استفاده نمی‌کنم به خاطر اینکه اون میشه گفتش که حجم خوب خارج نشده و اون توی اون یه تیکه انباشته شده. من اصولا توی پاکسازی دیدم استفاده نمی‌کنم و این قسمتی که با قاشق دارن لای دنده ها رو میگیرن آسیای شرقی اینجوری هن. یعنی از میشه گفت کمترین حجم گوشت هم نمیذارم و استفاده میکنم. لای دنده رو با قاشق میتراشن و از گوشت اون هم استفاده میکنم به غذاشون. این بخش گوری زدنشو خیلی دوست دارم. نمیدونم که این فروشگاه یا رستورانه، ولی اصولا توی رستوران ها و فروشگاه ها توی یه جای یعنی توی یه جای ماهی رو قرار میدن و پاکسازی رو انجام میدن که میشه گفت عموم مردم میتونن بیان و ببینن. اصولا توی فروشگاه ها این اتفاق میفته، رستوران ها کمتر و فکر کنم این رستوران باشه. 잘 안 나왔어요? 잘 나왔네. 근데 이게 중요한 거, 이게 여기 걸리잖아요. 걸리면 이게 다 갈라져버려요. 이게 싹 갈라져버려요. 그냥 피했잖아. 그럼 됐지 뭐.
이걸 주고. 한 번이 3kg인가? 네, 3kg. 네, 안녕하십니까, 선생님. 예, 저희 혹시 뭐 킹크랩 기회가 나왔나요? 아직 안 해가지고 얘기를 하고 있다고 말씀하시네요. دارن چون این ماهی وزنش بالاه دارن دنده های رو برش میزنن که بتونن بخش پایینی گوشت رو راحت‌تر جدا کنن. یعنی دیگه نمیان ماهی رو برگردونن چون حجمش خیلی بالاه و وزنش خیلی سنگینه. واسه همین دنده رو جدا میکنن وقتی قسمت بالای گوشت رو جدا کردن که میشه گفت گوشت قسمت پایین فقط یه برش بزنه. 똑바로 해라. 조금만 이렇게 당기면 안 될까? چقدر پوستش سفته. 4kg, 1번 4, 4. 지금 그러면 주토로가 6kg, 5kg, 3kg, 5kg, 9kg. 나 6kg나 5kg 등에 3kg. 5kg. 줄 도장을 하고. 안 나가요. 안 나가요. 가마서 묵직하죠, 이상해. 그냥 묵직하네. 그리고 제가 여기서 하나 빼고 아까 밑에 빼야 되네. 자, 갑시다. 여기서 아까 밑에 빼야 돼. 오, 씨, 아파. 여기 내려올게요. 네. 이제 못 밀겠어. 빨리 밀어요. 빨리 밀어요. 여기가 제일 큰거 아니지?
그렇게 나가시는데. این همون بخشی که گفتم گوشتای تیره رو جدا میکنن و استفاده نمیکنن. حالا نه که کامل استفاده نکنن، حالا جای دیگه، حالا میشه گفت خوراک حیوانات میشه یا توی میشه گفت بخش دیگه ازش استفاده میکنن و میدونم که داخل غذا ازش استفاده نمیکنن. اینو میبینید تیکه داخل شکم، یعنی دور اون امعاشای داخل شکم ماهیه، اون بخش کناریه، چون روده اون ماهی رو در بر میگیره. توی پاکسازی ماهی استفاده نمیکنن از اون قسمت، زیاد میبرن میندازن دور، ولی توی این ماهی بخاطر که حجم خیلی زیادی داره و وزن بالایی داره این ماهی، دیدید حتی اون قسمت هم چون قطرش زیاد شده بود داخلش گوشت تشکیل شده بود، چون اصولا اونجا گوشت تشکیل نمیشه. اون ماهی‌های سایز بزرگ گوشت تشکیل میشه و اون گوشتش استفاده میکنه. نه چقدر با وسواس خاص و خیلی تمیز برش میزنن. این بخشی که مونده داخل شکمش می‌بینید قسمت بالا رو لبش می‌چسبه. 선생님. 아니. 이거. خود این گوشت ماهی هوار یک زیبایی خاصی داره. بده تر تمیز، یه موادی هم بسردن که خوشمزه بشه وقتی خام میخواد بخورنش و آماده است.